ولقد استهزئ برسل من قبلك، یقینا استهزا کرده شده بود به پیغمبران علیهم السلام من قبلک، پیش از توی رسول الله صلی الله علیه وسلم. فاملیت للذین کفروا، ما مهلت داده بودم به او کسانی که کفار بودن، دشمنای پیغمبرها بود. ثم اخذتهم، بعد از در آخر الامر یارا گرفتم. فکیف کان عقاب، چه قسم بود عذابی ما، گرفتاری ما. قوم را چی طور کردم؟ نام و نشانشان باقی مانده؟ کلا، یک دم خراب شده. پیغمبر علیه السلام الله متعال تسلی میده پیغمبر مخالفت مردم سبب غمی تو نشوه که چرا این مردم هم مقابله دین میکنه، هم رونق میکنه تجارتایشان، هم این طور گپا میشه. نه، الله متعال میفرماید که نه، این استهزاء و این رشخندی از یا تو اینطور فکر نکن که نوع جدید است، بلکه امتهای سابقه در مقابل پیغمبرها همینطور کارا را کرده بودند. حالی هم شما که دعوت توحید الله را میده، مردم سرتان استهزا میکنه و بیگک گفته سرتان صدا میکنه، اما خیر است، پروا نداره گفتاری از یا. خو الله متعال مهلت میده، به خاطر از این مهلت میده که مگرم یک کمی بهوش شوه، باز بگرده، حقیقت کاری خدا، انجام کاری خدا سنجش کنه و بفهمه که یاران ما چرا قطعی از این رای مخالفت اختیار کردیم. خود دعوت برات داده، اگر میپذیری سرش فکر بکو که همین دعوت ازی چقدر فایده داره و چقدر نقصان داره. اما میبینی که یک تعداد مردم لجوج حتی همین موقع را از دست میده و ناگهان عذاب الله سرشان میاد. افمن هو قایم علی کل نفس بما کسبت، الله رد میکنه بالای شرک. عالی آنقدر ملامت و رسوایی را الله متوجه او مردم میسازه که شرک با الله میکنه. چه رقم اینقدر حماقت، چطور با الله کسی برابر شوه، با صفات با امرای الله برابر شوه؟ چرا الله صفتی داره؟ افمن هو قایم، آیا او ذاتی که قایم استاده است، مراد از استاده طور استاده ما واره نمیگه، یعنی کسی که قایم است تدبیر میکنه، پیدا میکنه، تربیت میکنه، امور درست میکنه، تنظیم میکنه، همه چیزه و سری کل چیز، علا کل نفس، بالای تمام نفسا، بما کسبت، به آن چیزی که کمایی میکنه کلش قایم است، برش معلوم است این کار به کدام نیت و اراده کرده، چه قسم کار کرده، چی ثمره داره و چی وقت کرده، در کجا کرده، کل جزیات. یک ذاتی که همه اموری سری هر نفس قایم است، نه تنها که امون نفس میبینه یا مراقبت میکنه، کلی کارایش زیر تدبیر و اراده الله متعال قرار داره. آیا با این طور ذات یک مخلوق عاجز برابر کردن؟ و جعلوا لله شرکا، یا گردانیدن برای الله شریکا. این طور ذات کسی است؟ چرا قطعی طور ذات، این طور مردمای نعوذ بالله که هیچ چیز نداره محتاج هستن با امرای الله برابر میکنه؟ قل سموهم، بگب ای پیغمبر علیه السلام برشان بگوی نامگذاری کنه، نام بمانه. ام تنبئونه بما لا یعلم، شما خبر میده به آن چیزی که نمیدانه الله فی الارض، در زمین. مخلوقی الله باشه و به الله چیز معلوم نباشه؟ مخلوقی الله باشه به الله معلوم نباشه؟ اینطوری کار را کرده رویسته. ام بظاهر من القول، یا است که شما به ظاهر قول، یعنی به سخن سرسری فریفته شده، خودتانم یقین نداره که او واقعی معبود است. از امو خاطر است در وقت زیاد شدت چی میشه؟ امو معبودای نامگذاری تا نام چیست؟ فراموش است. باز به الله حقیقی شما تضرع و عاجزی میکنه. معلوم شد که خودی از هم اطمینان بگوی نداره به معبود بودنش. خب محض نام معبود سرش چی کرده؟ گذاشته. امروز هم همون طور است. الله رحم بکنه. این مسلمان ها که سری هر قبر سری چیست نام گذاشته که این چیست؟ بابای باد است، بابای دیوانه است، بابای دندان دردی است، نام مانده. خب همین نام خودی تا نام یقین نداره. روزی که سختی سرطان بیا باز نام مام بابا مابا از یاد آدم میره، باباها کلش همونطور باقی میمانه. الله متعال سخت سرزنش میکنه بندگان خدا که نعوذ بالله به امر الله شرک میکنه. آیا او ذاتی که سر کل اعمال تو مراقبت داره، نیت و اراده تو را میفهمه، تو را پیدا کرده، تدبیر زندگی تا کرده، اسباب و وسایل برات داده و از علم محیط الله یک ذره هم گم نیستی، چطور شده میتونه کسای دیگر را نعوذ بالله با امر الله برابر کنی و حاجات و مشکلات تان از او بخواه؟ بل زین للذین کفروا، بلکه مزین کرده شده برای کسانی که کفرو کافر هستند. چی؟ مکروهم، امو فریبایشان، همون فریبشان برای از یا مزین شده، فریب خورده که یا نعوذ بالله مثل که آلی مردمی ما فقط یک پندار است، یک خیال است، میگه نازدانه است. کی نازدانه کده شد؟ کدام سند داری؟ چی رقم نازدانه است؟
والا یکی است خیلی نازدان است. خبر داری این شخص بسیار شخصی بزرگ است. شخص میگه چی میگه؟ این زیارت میگه بسیار یک شخصی کلان است. خود چی کلانی داره؟ پشت گپ نگرد. ما چی میگه؟ نمیگه که مزه شدیدیم، نشه شدیدیم. البته میگه چی هست؟ شراب است. میگه من نشه شدیدیم. با سعی میکنه که خیالات و گپای دروغ ساخته میباشن. کدام سند و دلیل داره که یا بگوین که نازدان است؟ از رسول الله صلی الله علیه وسلم که شخصیت بالا و والا دیگه پیدا میشه که محبوب الله متعال باشه؟ قطعا نه. و گاهی هم یک صحابی در تمام مشکلات خود رو به قبر پیغمبر نآورد. یک روزم، یک ساعتم، یک لمحه است. آیا حسین رضی الله عنه به همراه فامیل خود در کربلا که شهید میشد پیغمبر علیه السلام یاد کرده، توجه به او کرده، از او طلب امداد و کمک کرده؟ کلا قطعا نه. به پدری خود کرده که مظهر العجایب مردم او را میگه؟ نکرده. شرک چی را میگه؟ کتاب الله با تمام صراحت اینمی عقیده غلط و مزخرف رد میکنه، اما تو باز به امی عقیده مزخرف مبتلاستی. ایره پندار میگه. گمان کرده یک پندار داری تو. خیال است، خیال. فقط مثل که یک آدم خود خیالی پاچا جور کنه سر کل دنیا. خیالی وقتی که همونطور چیز از خیال برای میبینه خود که اینجا نشسته استم، کسی دیگه چپلاک کاری نکنه. عجیب است. خیالی گپا نمیشه. و صدوا عن السبیل، بند کرده شدن، محروم شدن عن السبیل، از راه حق. چرا اینمی پندارها یار از راه حق چی کردن؟ مانع شدن. چرا که پندار غلط سبب نه معرفت توحید الله شد. امروز مردم ما همینطور نیست. قبرای اولیاء را آنقدر تعظیم میکنه، آنقدر از پیش راست داره که پرسان نکو، اما در ترجمه قرآن نمیشینه. چرا؟ که باز توحید میشناسه. توحید که بشناسه از او کار باقی میمانه. و من یضلل الله کسی را که الله گمراه کنه فما له من هاد، این گمراهی از جانب الله است. هیچ کسی برش باز آلی هدایت کننده پیدا نمیشه. الله به جبران یاره گمراه کردن؟ نه، یا به اختیار خود. نعوذ بالله. قرآن نشنیدن، رفتن گپای ملنگی چی را شنیدن؟ قبره، مجاور قبره. مجاور قبر چی میگه؟ خودیدم که بابا، این بابا آمد برای من گفت که بعد از اینکه کسی در این جمعیه بشارت بده که یاد کلش در جنت میره. تو دیگه در جنت میری. این خواه است. خودیدن گپایی را میسازن که پرسان نکو، اما مردم گیرویدی خود میسازن. اینمی مردم اونو گپا را قبول داره، اونو خوا را قبول داره. کتاب الله را برش باز میکنی، از کلام الله برش میگی، سر از اعتبار و اعتماد نداره. پیش ما گفتیم که اطمینان قلب و سر فتوای الله میه، اما این مردم نمیه. اینا لهم عذاب فی الحیات الدنیا، برای از یا عذاب در زندگی دنیاست. البته یه عذابا در صورتهای متنوع الله متعال میاره. گاهی مرض سرشان میاره، گاهی قیدی میشه، گاهی مصیبت برشان میرسه. انواع است. ولا عذاب الاخرت اشق، یقینا عذاب آخرت خیلی سخت است. چرا؟ به خاطری که دائمی است و او عذاب الله است. در دنیا عذاب فانی است، موقت است. و ما لهم من الله من واق، نیست از جانب الله هیچ کسی برای از حفاظت کننده که یارا نگاه بکنه. نگاهبانی از جا کسی در قیامت پیدا نمیشه که یارا حفاظت کنه. مثل الجنت التي وعد المتقون، مثال او جنتی که وعده کرده شده امرای کسایی که تقوا را اختیار کرده متقون است. یعنی او کسایی که از شرک و کفر در درجه اول خود نگاه کرده، بعد از بدعت و معصیت، بعد از مشتبهات خود نگاه کرده، یا به نام متقون است. الله متعال کدام جنتی که وعده برای از یاد داده کدام جنت است؟ تجری من تحت الانهار، که روان می باشد از زیر درختها و قصرهایش جویا، و کلها دائما، برخلاف حالات دنیا. در دنیا میوه های ما، دانه های ما، آب و هوای ما فصلا داره. حال زمستان است، کل ما یخ میگیریم، درخت میبینیم هیچ نه برگ داره، نه شکوفه، نه گل داره، نه میوه، هیچ چیز نیست. اما برخلاف با وصفی که نعمت های جنت در دنیا بیان کردن، این بسیار گپی دور است. لیکن برای تقریب ذهن که در ذهن ما الله متعال امو اهمیتی از او را نزدیک بسازه، این گپ میزنه. و کلها دائما، خوردنی جنت، میوه های جنت مکمل دائمی است. فصلا مسلا دیده نمیشه که حالا زمستان آمد، حالا تابستان آمد. چیست؟ یک میوه در زمستان پیدا شود، دیگه باز در تابستان گم باشه. انگور حالی بچه‌شم نمیبینه، اگر پیدا میشه یکی برده است. نه، جنت اینطور نیست.
به مجردی که در دلت چیزی میگرده خلاص حاضر است. و ظل سایه هایشان دنیا واره نیسته که صبحکی هفته میبره، یک کمی سایه خیلی دور و دراز است، بالا میشه باز کم میشه، جای تغییر داده میری تا که باز دیگر میشه مکمل، خلاص هفته از بین میره، سایه قدری خود گم میکنه. جنتی طور نیست، ظلش چی سایه هایش دائمی است. تلک عقب الذین اتقوا، ای انجام کسانی هستند و کسانی که اتقوا خدا نگاه کردن از شرک و کفر. اینی مردم اینی جای باشش است. الله دو زمره ما و شما رو شامل کنه. و عقب الکافرین النار، انجام کسایی که انکار کردن از توحید و یکتا پرستی الله، النار و آتش جهنم است. والذین آتیناهم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، کسانی را که ما دادیم کتاب از علمای یهود و نصارا، یفرحون که تورات و انجیل تلاوت کرده خوش میشه، مثل عبدالله ابن سلام رضی الله عنه یا پاچای نجاشی یا قاصدایی که از نصارا آمده بود ایمان آورده بودن. بما انزل الیک، به او کتابی که نازل کرده شده بالای تو. و من الاحزاب، لیکن از زمی گروه ها که یهود نصارا هستند، من کسی است که رو که انکار میکنه بعضه از بعضی از زمی کتاب، از احکام کتاب انکار میکنه. قل بگوی پیامبر علیه السلام انما امرت، ما مامور شدیم ان اعبد الله، که عبادت یک الله را بکنم، ولا اشرک به، اجنا و شرکم را الله نکنم. الیه خاص بسوی الله ادعو، دعوت میدم، و الیه خاص بسوی الله مآب، مرجعیم است، بازگشت من بسوی الله متعال است. مفسرین در اینجا اختلاف داره. یک تعداد قائل به است که والذین آتیناهم الکتاب مشرکین مکه است، کسانی را که ما کتاب دادیم، قرآن نازل کردیم، یفرحون بما انزل الیک، خوش میشه با آن چیزی که برشان نازل کرده شده، چرا که سبب هدایتشان شده. حالات سابقی خود در نظر میگیره، زمان جاهلیت خود دخترها را زنده به گور میکرد، جنگ، عداوت، هر روز کشت و خون، هیچ نوع انسانیت و اخلاق در بین معاشره دیده نمیشود، یک زندگی بدوی وحشی بود، خیر و خلاص. بله با آمدن کتاب الله سخت خوشوقت شدن، چرا یا سبب نجاتی از یا شد که انسانیت برشان تعلیم داد. از او خاطر مردم ها بسیار خوش هستند. مراد از پیش مؤمن است. و من الاحزاب، لیکن از امی گروه ها کسایی است من ینکر بعده، که انکار از بعض قرآن میکنه، گپای قرآن دیگر را میپذیره. امی که برش میگه که بتای تو ناجز است، قابل عبادت نیست، از امی بسیار سر چیسته قطی سنگ چکیده را ایسته که وای 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 پیغمبر تو آمدی ما را ایتر میکنی. این مردم ها دیگه گپای تانه که بگوی قبول داره، خیلی خوب خوش میکنه شه، خود زمانی که بگوی که اولیاء بگوی متصرفین نیست خلاص. پیر صاحبا یا ایج در سرنوشت زندگی انسان دخل و غرضی نداره، نه تو را نیکبخت کده میتونه نه بدبخت کده میتونه. وای 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 کلیش کندی دیگه. پیر صاحبالی قبول نداره، خب پیر صاحبی کلانه دیگه. این آیت متعلق مشرکین مکه میگه که بله دو قسم مردم شد، یکی کسایی که به نزول قرآن خوشحالی کردن و یکی کسایی که انکار میکردن. بله هر دعوت حق که شروع میشه طایفه ها دو قسم میشه، یکی پذیرفته نیسته، خوشوقت شده نیسته، و یکی چی هسته؟ الله اکبر. حالی که در یک جای موحدین که در جایی که تقریر شروع باشه در اونجا سخنای توحید گفته میشه، حالا که می سخنا را صدها بار شنیده اما قلبش چی میشه؟ اعلام میشه. تو میگی چیسته؟ یک خوشی جدید در لباس خود جای نمیشه. اما کسایی که توحید بد میبینه چی میکنه؟ آرام نمیگیره، صدا میکنه از زیر که بس کو دیگه، بس کو که دیگه ما تحملش نداره. میگه پا خیلی زیاد شده. خب دوردک رفته بودیم، جنازه تیر شد، الاسقاط کردن، ما رسیدیم در جنازه. بعد از الاسقاط کرد یک مولوی صاحب تقریر کرد، ما رفتیم نماز خدا خوندیم جمع بین صلاتین، برای من موقع داد. زمانی که رد شروع کردم یک دفعه مولوی صاحب چی میگه؟ د دې خبرو وقت نداری، د دې خبرو وقت نداری، وقت این سخنا نیست. حالی مرمی باره سری خودش میخورد. نه ما گفتم چقدر گپا مرمیسته، در کجا فیر میشناسی که در کجا فیر میشه. همین گپا هسته. دستالف جلسه چی بود؟ دستاربندی. من خوب تا که یک موضوع توحید در بین یک هر رقم موضوع که باشه توحید قطعش است. که می شروع کردم همونجا یک مولوی سفید میگه تا کنیشه بس کو بس کوشه. عجیب است یقینا
که قرآن امی گپا نباشه قرآن آدم نمیفهمه. یقین بالله بکنه که بالکل معنا و مقصد قرآن آدم وقتی میفهمه که اینی کشمکش ها موجود باشه، آدم درک میکنه که چی سری مردم بد میخوره. لیکن قول راجح است که در مورد اهل کتاب است. چرا در قرآن کریم در اصطلاحش هر جایی که میگه آتیناهم الکتاب مراد از پیش یهود و نصارا میباشه دیگه، اصل راجع به اوست. در بین او دو طایفه مردم است. الله اکبر، یک درس عظیم است برای ما. در بین یهود و نصارا علمای منصف مطالعه دقیق کرده، تعصب نداره، ضد نداره. زمانی که قرآن آمد سخت خوشوقت شدن. یک خوشوقتی شانی بود که کدام مواصفاتی در کتابشان برای قرآن و برای آمدن پیغمبر علیه السلام بود کلش موافق یافتند. یک موضوعی بود. دومی بود که مزخرفات و بگوی شرک و گناه ها و معصیت امی محیط یک دم آلوده ساخته بود. آلی فهمیدن که چیست؟ نوری توحید آلی میتابه انشالله این گپا مکمل چی میشه؟ از بین میره. عالم موحد که در یک منطقه باشه زمانی که کسی بیا و موحد دیگه باشه سخت خوشوقت میشه. چرا؟ او بیچاره را گپایش مردم از قومی خودش است او قدر نمیپذیره. از روی او دورزادگی و این گپا عالم بیرونی که بیا که گپش منتشر شوه یک دم او هم دیگه خوش میشه. چرا که گپایش تایید میشه و چی میشه؟ آن چیزی که سبب فساد است، انحراف است، او از بین میروه. در هر حرکت درست اینمی قسم مردم ها پیدا میشه که یکی مردمایی که خوش کننده است، یکی مردمایی که سخت خفه میشه. از او خاطر الله متعال پیغمبر علیه السلام تسلی میده امید از این نداشته باش کلگی مسلمان شوه. نه، کسی که یقینا قدر و قیمت ارزش قرآن میدانه سخت خوشوقت میشه. الله ما را خوشوقت داشته باشه. ما چقدر خوشوقت شدیم. حالات سابقه ما را یک دفعه مقایسه میکنیم با این حالت. عقیده سابقی خود با این عقیده تان یک دفعه موازنه و مقایسه کنی. عمل کرد سابقی تان با این و مو محبتی که با پیغمبر سابق داشتی و امروز داره. یقینا شما یک دفعه مقایسه بکنه که چقدر تفاوت ها آمده. چطور آدم با این کتاب الله خوش نشوه. بله احزاب است. احزاب قرآن کریم چی اشاره دقیق داره، بسیار باریک داره. مخالفت کی میکنه؟ رای غلط کی میپذیره؟ کسی که در مرض پراگندگی مبتلاست، از لذت اتفاق برآمده، از شیرینی اتفاق برآمده، در مرض گروه‌بازی مبتلا شده، اون مردم ها انکار میکنه. چرا؟ حزبگرایی و تحزب اونو نقطه را میپذیره که موافق خودشان باشه. اونجا باز خیلی السلام علیکم برات میگه که از امو تنظیم خودش دیگه طرف بود باز سعی میکنی. امی قرآن خدمت که خود در تنظیمش نباشی آفرین هم برات نمیگه. رپا مصرف کردن قطی تو کمک کردن خود گپی دور است. هست یا نه؟ از او خاطر سلفیت شما اینطور حزب گروه فکر نکنه. اگر کسی سلفیت گروه میگه و قطعا نادرست است. سلف کسی که در منهج سلف روان است نامش سلفی است یا نیست این اهمیت نداره. در این جمعه اگر انشاءالله بودم در مورد سلفیت گپ میزنیم، چرا که صراط مستقیم وعدم کرده که سلف کی را میگه به مردم هم واضح شوه که سلفیت یک گروه است یعنی که نه، منهج سلف خود یقینا تعقیب کردن است که ما در او بریم. منهج سلف ما یگانه نقطه ای که از ما تقاضا داره وحدت است. کلگی را به یک کتاب الله و سنت رسول الله جمع کردن. نمیکنیم که برو این پشت فلان امام بره، این پشت فلان امام، این پشت فلان، این پشت فلان، این پشت فلان، این پشت فلان. گروه جور نکنیم. ملت پس با هم چی شوه؟ متحد شوه. یقینا پابند کتاب الله و سنت رسول الله. اما عمل کرده ائمه دین، عمل کرده ائمه دین خدمتگزاری برای قرآن و حدیث است، نه سبب پاشیدن مردم. و خدمت گزاری است، نه برای از اینکه فرقواریت ایجاد بکنه. فرقواریت ایجاد نکنه. قرآن کریم در اینجا میگه گروه ها انکار میکنه از بعضی قرآن کریم.